اینمو آخرین دفعه که بودیم در یولا بودیم، باز رفتیم خانه استکهلم و دیروز از استکهلم حرکت کردیم. دیشب رسیدیم اینچی کم ذره وقت رسیدیم ولی رسیدیم بخیره. دیگه امروز صبح بیدار شدیم آماده میشیم. امروز که است روز یول داگ است، یعنی کریسمس دی. دیگه جایشم خالی، ما آماده میشیم بخیره as soon as possible. بازو میگردیم دیگه فعلا. خنده تو نور بندی علی گپ خوبا بندی علی ده گپ خوبا بندی علی تو سروری دل میده دل ما پیوندی علی خیلی نور بندی علی خیلی نور بندی علی خنده تو نور بندی علی گپ خوبا بندی علی ده گپ خوبا بندی علی تو سروری دل میده دل ما پیوندی علی خیلی نور بندی علی خیلی نور بندی علی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر. خدا کنه جور صحتمند بشین. ما و زبی دیشب رسیدیم ده یوتیوباری، خیلی دیر رسیدیم. باز رفتیم ده هتل گوزیا تاور رفتیم دیگه. وقت نشده که فیلم بگیریم، از خودم خواهیم یالم خولدم دیگه. زبی صبحانه گرفته، من موتر میخوایم بخوریم و جایی که ما هستیم، البته جایی که ما صبحانه میگیریم بسیار دی برده، هم از لحاظ نرخ و هم از لحاظ کوالیتی بسیار خوب است. کسایی که یوتیوبر ما، کسایی که گوتنبرگ ما از دانمارک، نروژ، یا ویتنت استریک، آر جایی که ما این یوتیوبری اگه دور خوردین ای کافه را میس نکنین. دی برده نامش چیه؟ فروکن اولسونز کافه. دم داخلستان است، بسیار خوب کافه داره، بسیار چیزای خوب داره دیگه. ما دیم این چیزی با جان اینا بلدشم نشان میده ایره و صبحانه بخوریم دیگه. طبق معمول باز بخیر موری میگردیم تمام جای بلدشم نشان میدیم یوتیوبری. باز پلان نکست استیپ خورم بلدشم نشان میدیم دیگه. اینا زیبا جان فقط در صبحانه رو نشان میده که باز ما خورده رو شروع کنیم. خب زیبا جان امیر یک فیلم میگی؟ بفرمایید صبحانه یکم در کچ کنه. اینی که است، یعنی مثلا ما این یار کلگیش برنم شما ساکن ما این میره در 99 کرون گرفتم. این چیزه که یعنی مستیشی دیگه. یعنی مزه سوپ شی که بلده زیبا جان گرفتم کلگیش در 99 کرون. یعنی نانو مکه. تشکر. خب زیبا جان سعی کی طرف نظری بنده با ما. خب این چیشته چی کار منی؟ فقط شو شربت پیسه دادیم باز شیر مفتشیشتیم او مخوریم چای مخوریم کافه مخوریم خدا چارج میزنیم تشنه باره قدی کلی خود میکنیم. کلیش ساس داری؟ کلیش کارت از ما، کاردی بانگیم، کاردی جیمی. خب ما این شیشته از خاطر که تلفن ها چارج نه. البته صبح که ما بال شدیم رفتیم یک کم ذره گشت کردیم و رفتیم فروکوس خوردیم. شما مفهمین از خاطری که ما نامش چی بود فروکوس جایشی؟ فروکن اولسونز کافه.
فروکنس اولسنس کافه رفتیم که اون چه بسیار خوب جای بود. فروکوست خوردیم، صبحانه خوردیم و عالی هم ده هتل هم دیم پس کی ده گوتیا تاور که اینجا تلفن ها رو چارج کنیم یکم ذره دست مست، چون لیسباری که است گروپ های زیاد داره و وقتی که طریق باشه مقبول تر معلوم میشه. باز بیرون یخ هست ما زیاد گشتن نمیتونیم و این حال که طریق شده باز ما ریم موتر پارکینگ مونیم، ما ریم لیسباری رو میگردیم. بعد از لیسباری ما ریم یک جای دیگه پینگیس بازی مونیم، موزه با جان مسابقه زیبا آزبی پینگیس بازی مونیم. باز بخیره ما ریم طرفی مالمو. زیبا جان اینجا خیلی هم خوب شی، بسیار هم پرفکت، بسیار فین، شهری رویه ها، لیسباری بزرگ. این هیچ کس اینا دیسک گرم مونه، اگه خواستین دیسک برین گرم کنین. ماریم دیگه داخل ماریم، هر بازی های مونیم، هر چیزای خوبه، چی لوکس جور شده. زیبا جان تو چی گفتنی داری در مقابل از همه چیزایی که اینا جور کردن؟ سعی چقدر لوکس جور کرده. خوشمشو مزدیدنی صدقه خندیدنی صدقه خندیدنی کم مگم قیرو دنور بندی خو خورسندی علی خیلی نور بندی علی خیلی نور بندی علی خنده کو خنده تو نور بنده تو نور بندی علی گپ خو پا بندی علی ده گپ خو پا بندی علی تو سروری دل می ده دل می پیوندی علی فرم کوکلات زیاد یخ هست بیرون دیگه. ما تصمیم گرفتیم یک نظر فرم کوکلات میگه چاکلیت گرم دیگه ازی بخوریم و از این جایا کنیم. جای بسیار لوکس خوبیش. زیبا جان چطوره؟ اوه احتیاط کنه، احتیاط که خاناباد بسیار خوبیش، بسیار عالی. انتخاب کن از خود اینجا کدامش میخوای؟ هر کدامش تو میگی نینی؟ نه تو باتون کن تو ما صدر میگم دیگه ایره؟ بگو Ja, du bara blippa den där. Härligt. امروز سالی هم دیم که بخیر دیگه مسابقه دیم
زیبا جان آماده این خیره این نفر زیاد است یک دنیش حتما مبره بردی نیمه اینی بردی اوی دوستان یه تناره بود نیمه یه اینی بود یه تناره اینی قدر نه اینی برد اینی نه او طرف برد شد خب باز خب بیا که یک شانس دوباره تست کنیم که چی میشه بریم سعی کنیم میکنم پناه خدا نمیشه که نمیشه شانس مانس خلاص شد رفت بیا که بریم همزه این چی که حاله فامیلی جیبا را خالی کده بیا که همزه این چی بریم دیگه پناه خدا نفش ناامید برنده نشدیم کرایش بیم بینی خرابه بینی خرابه بیچاره خرچر خرچی گناه بازیار وقت اینی رو دیخو اینی میموشه او نمیشه نه او سخت است اینی را گت شد خب برو وقت زیاد برو که رفت ای گوشایش خطا دادیش خواه نه این نمیشه ما گفتم این نمیشه این چیز اوی ما تازه استارت کردم مردن نوسه اینگه بس بشتو بریم این خیلی سلوه سلوه فوفان است اون پس تله کرد آمدیم بخیره ما مالمو آمدیم باز گفتیم یک دفعه این چم دور بخوریم دینی پولی دراز در بین مالمو دانمارک کسه و ما زیبا جان گفتیم باید این چی شما رو نشان بده شاید خوش باید این چی تک تا نفتیم هردی خوبه ولی از دیسک غبار است معلوم نمیشه ولی معمولا پول زیاد خوش معلوم میشه ولی خب نه یار ساکن دایی یخیا و بازینی خانواده الله چه قصیه خیلی چه او بلیاج خدا چری قصیه خسیدن اون چه موتر است من که از تو زیاد سنگ خوش دارم سنگا رو میگیرم سنگا رو بزینی زیبای قکود ما کم پشت داشت که والله خب این کست مشهورترین منزل مالموست که نامش هم از نامش زیاد رفته بلدش میگه دیگه زیبا جان خودی رفته در دکان خرید کنه تونینگ تورسه خب یعنی
این رقم بلند است. این رقم 164 متر است و 54 دانه چی است؟ منزل 54 منزل. این بهترین چیزی که من در مالما خوشم آمد این درخت است. چقدر خوب جلس میکنم بخوام خانه جور کنم زندگی کنم. کیا خود از موری چیزای جلس بلینگ بلینگ خوش داره. ما خوش دارم دیگه زبیر یخ کرده زبیر پس میخوام موتر بره. خب دیگه کرتی من موتر است من موتر زبیر رفته خرید. زبیر راست زبیر رفته خرید. زبیر فعلا نیه. زبیر همیشه کامرا رو توشم کنم. زبیر بگی از مالمو خوش آمد؟ مالمو خوبه. ترافیک خوش آمد ولی جایش زیاد. اینمی یگانه چیزی که ما چراغانی دیدیم تا اونجا. دیگه جیل میره فیران و قضیت نمیکنن اهمیت نمیتن فکر کنم از خاطر زیاد مواجهه. next step کجایه؟ next step فلافل. استوب بودی که زد میخوام وشکو طرفا رو میگیرم اون هتل است که هتل چقدر قیمتی گرفته ده خود گرد گوشش چراغ زده. ما پارسال دیشب ما هتل نبودیم نه بودیم؟ نه میخوام از اینجا برو مرا یک فیلم بگی. ای عکس نگرفتی؟ نه دیگه عکس نمیدین دیگه زیبا جان. زیبا قد از این درخت چقدر خوب شما معلوم میشه. این چی که میگیدین ما یک جای دوزکی رفتم که سعی کنم چی ارزشی مثلا این چی 200 کرون 300 کرون میگیرید باز ما رفتم سعی کردیم که باشه می ارزشی داره یا نداره که موضوع واردیم و بریم باز تا رفتم داخل اینجا را گشتم فیلم گرفتم فیلمشم متاسفانه پاک شد پس هم آدم دیگه ارزشی نداشت رفتیم پس. سلام اینو بخیر ما یونگ شاپینگ رسیدیم و در هتل فرست هتل یونگ شاپینگ و منزل 11 دیگه ساده است 3 بجه شب منتظر هستیم دیگه میخوایم خواب کنیم صبح بخیره حرکت طرف خانه هستن که طرف خانه رئیسیم دیگه زیبا جان تو کدوم داد نده؟ با زیبا خوابشون ده اون دیگه خواب کنیم دیگه شب خوش فعلا یک ویو خوب شد با صبح دوباره فیلم میگیرم صبح ساعتی 9 بعد رخیم که صبح ساعتی 9 بال میشیم باز صبحانه مخیم باز قراقرا یونگ شاپینگ یکم تر میگیریم باز میریم طرف خانه بخیر چطور زیبا خدافظ. خود دوستان در پارکینگ رفتم و امام تازه خستیم چند شب شده که 5 ساعت خواب میکنم اوقات ما خوش نیه بوده آمده لیسته زیاده وسیله ویدیو رو ندارم زیاده وسیله ویدیو رو دشون ندارم زیبی جاگه رو منظم میکنم دیگه ما هم رایشتیم که بریم ایزاد که مو دوزی که دیگه فکر نکنم هیچ کس کنم خب دیگه مواظب خوب باشین. نه سبب که این رو نشان بدیم اکتو دوزاسی منظم میکنه خودم چی میکنم خیلی جاگهش خوب بود پاک بودن جاگر یکم داره بیستیم خیلی سعیده زبان رو دیگه نمیشه این چی؟ خب برف زده این شاپینه دیگه مام رایشتیم چما مام ماسکیده زیبا مانده و خسته دیگه بخیر دیگه بریم دیگه طرف خانه